سلام دوستان، یه ویدیو آموزشی جدید براتون آوردم. امیدوارم خوشتون بیاد. خب این ویدیو راجب اینه که چگونه این رنگای اسمشون نمیدونم، این رنگ حالا ما واسه DLQ میاریم خورده. این رنگ قرمز، این رنگ دیگه، این رنگ نارنجی، این آبی، این همه رنگا. این رنگا رو چگونه مثلا آرکادراز بازی نکنیم ولی این رنگا رو بگیریم. الان سیزن 3 هستیم، در واقع همون سیزن 1 این رنگ قرمزه برگشته، همه رنگا برگشتن دیگه. نارنجی و قرمزه خیلی قشنگه. خب بریم آموزشتون براتون بدم. خب شما اول این بخش رو میزنین، این بخش، این زرده نه، این آبیه رو میزنین. بعد این بخش سومیه رو میزنین. بعد شما هر روز میتونین 1000 تا از این توکن های گان جمع کنین. بعد 600 تا که رسید در هر روز میتونین یه دونه از این جبه ها رو بخرید. 600 تا که رسیدین روی این گزینه میزنین. الان من توکن ندارم. بعد این جبه رو که خریدین میاین بیرون. بعد این گزینه رو میزنین، اون جبه رو اول رو بخرین ها با استفاده از اون توکن های گان. روی لودت میزنین. بعد این گزینه آخری رو میزنین. اینجا معمولا آخرین از اینای جعبه براتون میاد. اونجا رنگ دل بخواهیتون رو انتخاب میکنین و روی گانتون میذارین. به احتمال شانسیه. من الان خودم 2 بار زدم رو DLQ زدم ولی به من اینا رو داد. رو DLQ زدم 2 بار زدم کلا، هر 2 بار به من یه بار این گانر داد، یه بارم این گانه بازم بد نیست. تو مولتی من بدون اتچمنت خوب تیر میزنه، خوب میزنه. خب این بود این ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، گود بای.